مایه افتخار و سرفرازی است که جشن‌های ملی کشور از جمله روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را مردم زحمت‌پیشه و آبادکار شهر حصار با روحیه بلند بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفته بهر رشد و نموی آن سهم وطن‌دوستانه خود را می‌گذارند. با جلب صاحبکاران وطندوست و آبادکار و دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر حصار راه‌های کوچه‌های مرکزی شهر و دیهات پر اسفالت پوش کرده می‌شوند. در زمان صاحب استقلالی یکی از ساحه‌هایی که در تاجیکستان به پیشروی‌های نظررس نائل گردید این راهسازی میباشد. در این روند حکومت مملکت برای رهایی یافتن از بنبست کمیونیکاسیونی در دوام سالهای آخر برنامه‌هایی را عملی نمود که واقعاً تاجیکستان را به دولت‌های دور و نزدیک پیوست نمود. بخشیده به جشن‌های ملی کشور از آن جمله وحدت ملی چخیلی شما امروزا دیده استادید در راه افطارنگر دوشنبه عین حصار با دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات محلی حکومت دولتی شهر حصار ما راه نامبرده راه دوشنبه عین حصار را تعمیر جاری گذارانده استادیم و قسما اسفالت پوش هم کرده استادیم و در نقشه هست که این سال بخشیده به جشن 30 سالگی قریب که 30 کیلومتر راه ها را اسفالت پوش نماییم. بغیر از آن در راه‌های دوردشت دهه‌ها هم سهم گرفتیم با جلب صاحبکاران نیز اسفالت پوش نماییم. تا به امروز قریب 200 کیلومتر راه‌های بین دهوی سنگفرش هم کرده شده. همین است که هدف اساسی سیاست استراتژی راهسازی حکومت جمهوری تاجیکستان این از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن کشور میباشد. در این سمت مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های автомобилгари шаҳри ҳисор низ дар назди худ вазифаҳои мушаххас гузошта тибқи нақшаи чорабиниҳо ният доранд дар мавсими имсола таъмири роҳҳоро ба роҳ монанд ва ба талаботи рӯз ҷавобгӯ созанд. ин иқдоми мазкурро сокинони шаҳри ҳисор дар самти ободкориву созандагии як гӯшаи ватанашон қарзи шаҳрвандӣ ва анҷоми ин амалро саривақтӣ меҳисобанд.